ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 19. کتاب یکم با شعاری به سوی پایندگی سال 2018 مجدداً انتشار گردیده. نشر 11 در پیشگفتار هدف، مقصد و ماهیت آن بازگو شده است. بنا به نگاشته مؤلف با فرارسیدن استقلالیت و زبان دولتی اعلان شدن زبان تاجیکی، مسئله زبان اهمیت خاصه پیدا کرد و به حد مبرم گردید که آن را میتوان یکی از پدیده های مهم شعور ملی و افکار جمعیتی این سالها نامید. زبانشناسان افغانستانی کوهزاد عبدالقیوم قویم و حسین یمین عمر این زبان را حداقل تا قرن 3 میلادی یعنی 2.5 عصر تا عهد اسلام پیش بردند. در تاریخ ها و فرهنگ ها دلیل های دیگری نیز پیدا کردن ممکن است که از تاریخ قدیم تری زبان ما گواهی می دهد. مثلا ابن قتیبه در طبقات الشعراء، طبری در تاریخ طبری و عبدالفیض اصفهانی در کتاب الاغانی به اختصار نقل کردند که ابن مفرغ شاعر عرب مدتی در خراسان و اصفهان زندگی کرده در سال 60 هجری 681 میلادی یعنی پس از 21 سال انقراض دولت ساسانی به فارسی شعر گفته است. این دلیل بار دیگر تصدیق می کند که هنوز در آن دوره این زبان انکشاف یافته‌ای بوده است که یک شاعری بیگانه در مدتی کوتاه آن را خوب آموخته و به آن شعر سروده است. نه یک زبانی بوده است در حال به وجود آمدن. یکی از سندهای مهم دیگر در این مسئله چنان که قبلا گفتیم کشف متن کتیبه های سرخکوتل ولایت بغلان افغانستان 24 سطر 160 کلمه، سنگ نوشته رباتک و چندی از دریافت‌های دیگر در منطقه‌های گوناگون افغانستان است. دانشمند شهیر افغانستان عبدالحی حبیبی کشف سنگ نوشت سرخکوتل را چنین ارزیابی می‌کنند: این نظریه جدید علمی که زبان دری افغانستان از زبان پهلوی نزاییده اکنون یک سند قوی و واضح را کسب کرده که آن عبارت از کشف سنگ نوشته در تخارستان در سرخکوتل بغلان است. اکنون که سنگ نوشته مکشوفه بغلان را به زبان دری تخاری و رسم الخط یونانی می‌بینیم، اعتراف می‌کنیم که زبان دری کنونی از پهلوی منشعب نشده بلکه در مهلت 1800 سال تا 2000 سال پیش از این در تخارستان تاریخی زبان تکلم و تحریر و ادب و دربار بوده است. درست است که اینجا سخن اساساً درباره تاریخ مادر زبان دری یعنی زبان تخاری می رود
ولی همزمان این دانشمند وجود زبان دری را پیش از اسلام در قرنهای 5-6 میلادی نیز تصدیق می کند. پس از کشف سنگ نوشته سرخکوتل افغانستان با استناد به متن آن، او به نتیجه می رسد که مادری زبان دری هنوز در عصرهای اول و دوم میلادی وجود داشت و این زبان تخاری امام علی رحمان از سیمای قدیمی اوایل عهد مسیحی در مدت 5-6 قرن به قیافه زبان دری قرون نخستین اسلامی درآمد. باید گفت که متن کتیبه سرخکوتل به زبانهای گوناگون ترجمه شده است و زبانشناسان غربی زبان آن را زبان باختری و استاد باباجان غفوروف نیز زبان آن را شرقی ایرانی می شمارد. هرچند در معنی متن آن میان دانشمندان اختلاف هست، ولی او این متن را یکی از بازیافت‌های مهم علمی ارزیابی کرده زبان آن را نمونه زبان باختری نامیده چنین می نویسد: بدین طریق بعد از زبانهای سغدی، پارتی و خوارزمی علم از زبان باختری هم واقف شد. مورخ زبردست افغانستان میرغلام محمد غبار در این باب چنین می نویسد: البته از زبانهای قدیم افغانستان و حتی زبان اوستایی اولیه اطلاعات در دست نیست، مگر این معلوم است که در عهد قبل از اسلام در افغانستان السینه زبانهای پراکریت، سانسکریت، سغدی، یونانی، پارتی، پهلوی، اسکایی و تخاری موجود و مستقل بود. آخرتر از همه زبان دری است که در افغانستان قبل از اسلام وجود داشت و در قرن 7 میلادی واضحاً مروج بود. دانشمندی ایرانی محمد محیط طباطبایی معتقد است که زبان فارسی دری سابقه استعماری 800 ساله پیش از اسلام دارد. یکی از اسناد دیگری که برای معین کردن زمان و نام زبان ما نقشی مهم دارد کتیبه رباطک است. این کتیبه در رباطک نام موضع سمنگان در سال 1993 پیدا گردید و از طرف محقق کتیبه شناس سیمز ویلیام خوانده شد که ما درباره آن در اثرهای خود پیشتر معلومات داده بودیم. متن این کتیبه با متن کتیبه سرخکوتل به یک زبان بوده، زبان آن آریایی ثبت شده است و از روی گفته محققان دوام زبان باختری قدیم و پارتی می باشد. پس از کشف سنگ نوشته های افغانستان که بالاتر ذکر آنها رفت، این زبان پیرتر گفته شد و عمر آن را به 1800-2000 سال رساند. طوری می‌بینیم در مورد تاریخ و یا زمان پیدایش این زبان هم عقیده ها گوناگونند، ولی اندیشه‌ای که منطقی به نظر می‌رسد همان است که زبان تاجیکی فارسی دری حد اقل 2-3 قرن باید تاریخ و در میان مردم رواج داشته باشد تا در عصر 10 آن قدرت و توانایی را پیدا کند که شعری چون شعری رودکی به آن زبان گفتن امکان پذیر گردد. از این سبب یک گروه محققان وجود این زبان را تا قبل از اسلام پیش میبرند. اسناد و دلیل اولی آنها وجود کلمه های تاجیکی، فارسی، دری در ابتدا
و یا کمی پیش از ظهور اسلام در زبان عربی می باشد. دلیل دیگر 21 یا 27 کلمه دخیل در قرآن مجید است که زبانشناسان در اثر تحقیقات ریشه شناسی پیدا کردند. علاوه بر آثار خطی و اسناد رسمی که در بالا ذکر آنها رفت، در ادبیات عامه در ذهن مردم این سرزمین ها روایات و داستان‌های تاریخی فراوانی هم محفوظ مانده است که جنبه سندی آنها برای تعیین عمر زبان کمتر از میراث بالا نیست. در این باره بابا جان غفورов چنین می نویسد: در حیات تاریخی و مدنی و ادبی خلقهای ایران و آسیای میانه رادی نسبتاً مهم را زبانی بازیده است که در سرچشمه ها با نام زبان پارسی یا زبان فارسی آورده می شود. با این زبان ایجادیات شفاهی خلق بی‌شبهه هیچگاه حتی در زمان اصطلاح عرب ها هم قطع نشده است. اما از آنجا که این ایجادیات بدیعی در خط عربی ثبت نگردیده است، قریب تماما نامعلوم مانده، تنها از روی بعضی معلومات پراکنده‌ای که اکثراً از اثرهای جغرافیدانها و مورخان عربی زبان عصرهای اولی حکمرانی اسلام به دست آورده شده اند محاکمه راندن ممکن است. بارتولد دوبیتی فارسی به خرابه های سمرقند بخشیده را که ابن خردادبه عصر 9 و اول 10 حفظ نموده است و همچنان معلومات طبری را درباره شیخ‌های مراغه که شعرهایی به فارسی ایجاد کرده محمد ابن باعث را وفاتش میانه های عصر 9 می خواندند خاطر نشان کرده است. همین طور شبهه نمی ماند که در ابتدای عصر 8 زبان زنده مردمی بلخ و یا قسم آن زبان تاجیکی بوده است. ایجادیات بدیعی به این زبان بی‌شبهه در بین مانوی ها نیز وجود داشت. این را 2 پارچه شعری به خط مانی نوشته شده که از روی خلاصه پروفسور هنینگ به قلم یکی از همزمانان رودکی تعلق دارند تصدیق می کند. تأکید می کند استاد بابا جان غفورov. در تاریخ بخارای نرشخی به شعرها و روایات اشاره شده است که از قدیم الایام در باب بعضی واقعه های تاریخی و باستانی سروده شده بودند. با وجود آنکه آنها ثبت نشده یا باقی نمانده باشند هم در هر صورت نشانه آن می باشند که زبان دری در این منطقه تاریخ قدیم تر دارد.
نام زبان ما. در آثار تاریخی و ادبی گذشته، زبانی که ما امروز با آن گفتگو می‌کنیم با نام‌های مختلف تاجیکی، پارسی، معرب آن فارسی، دری، پارسی یا فارسی دری درج گردیده است. از مطالعه آثار علمی و بررسی اسناد و روایات مختلف در باب نام این زبان کس به تعجب می آید که چرا این همه نابغگان علم و دانش، سخنور و سخنشناسان نکته‌سنج و عارفان مشهور که در طول بیش از 1000 سال اندیشه های عالمانه و احساسات شاعرانه خود را به این زبان نوشتند و سرودند، حداقل نام زبان آثار خود را دقیق و روشن به بازماندگان انتقال ندادند. شاید در زمان آنها این مسئله ساده و عادی بوده، نیاز به تشخیص و تأکید نداشته است، و یا چی شد که گذشتگان ما با همه سعی و تلاشی که در ایجاد و تنظیم دستور زبان عربی و قاعده های دقیق برای صرف و نحو آن به کار برده، حتی اثرهای مستقل در باب املا و شیوه کتابت آن زبان نوشتند، برای زبان ملی خود هیچ گونه قاعده ثابت و دستور علمی نساختند؟ تاجیکی. تاجیکی نام گذاشتن زبان ما تاریخ دیری ندارد. در نوشتجات بازیافت شده از ناحیه تورفان چین در یک نوشته گیمنهای مانوی بار اول نام تاجیک در شکل تاجیکانه آمده است که به گفت محققان آن از واژه تاجیک جمع پسوند آنه پیدا شده است. این نوشته در سطر 7 متن M339 در شکل بر تاجیکانه اوک به لحن تاجیکی آمده است. واژه سغدی اوک در پارتی به شکل اواس و در فارسی میانه به شکل اوگ به معنی آواز، نطق، سخن آمده است. یعنی میتوان این کلمه را به شکل به لحنی خواند. درباره واژه تاجیکانه باشد، عقیده دانشمندان چنین است: پیش از همه به عقیده آنها واژه تاجیک از زبان پارتی به شکل کلمه مستقل به زبان سغدی داخل شده است و از این کلمه سغدیان با استفاده از پسوند کلمه سازی آنه واژه تاجیکانه ساختند. ولی در زبان سغدی سده 8 میلادی در برابر این کلمه واژه عرب نیز وجود داشته است. خصوصیت دیگری اثر در آن ظاهر می گردد که راجع به دوران سلطنت هر یک سلاله معلومات دارای خاراکتری سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی فراهم آمده، مخصوصیت اثرهای به زبان تاجیکی تالیف گردیده هر دور توضیح می گردند. با عقیده زاندرمن این واژه در مقابل واژه پرسیگ فارسی میانه و الفهلوی زبان پارتی یا پهلوی زبانی که در 5 منطقه اصفهان، ری، همدان، مه نهاوند و آذربایجان با آن گفتگو می کردند،
برای شخصانی اسلام آورده ایرانی تعلق می گیرد که به زبان فارسی نو یا زبان تاجیکی گفتگو می کردند و مقصد از عباره بر تاجیکانه اوک با لحن تاجیکی یا با فارسی نو صحبت یا قرائت کردن است. این دانشمند آلمانی در مقاله خود با نام یک گواهی باستانی درباره نام تاجیک 1993 یک نسخه خطی متن مانوی را خوانده، تفسیر کرده و کشفیات بزرگ نائل شده است. متن آن نسخه راهنمایی و هدایت برای مانویان در اجرای دعا و نیایش دین مانوی است که در آن گویا واژه تاجیک به معنای مانویان و زبان دین مانوی استفاده شده است. برای ما در این متن عباره پر تاجیگانه اوک مهم است که معنای به زبان تاجیکی قرائت می کردند را دارد. ولی لیفشیتز این عقیده را با سبب نامعلوم بودن گزارشی TSG از لحاظ تکامل آوایی نااستوار و غلط می شمارد. او طرفداری ریشه پارتی و سغدی داشتنی شکلی تازیک و تاجیک می باشد. در زبان پارتی به کلمه فارسی میانه تاجیک از روی قانونمندی زبانی باید شکلی تازیک و مانند پارتی راز روز و فارسی میانه راش روز مطابقت کند. این کلمه از زبان پارتی به زبان سغدی و بعداً به فارسی تاجیکی و زبانهای ترکی گذشته است. دلیلی که در زبان سغدی شکلی تازیکانه از تازیک و پسوند انا دیده می شود شهادت می دهد که این کلمه در زبان سغدی در شکل کلمه الهیده ساده قبول شده بوده است. همین طریق خرامف قید می کند که دو شکل تحول این کلمه وجود دارد. اول شکل فارسی میانه تاجیک، تازیگ، تازی، بیلی اصطلاحی تاسیکس را به معنای عرب در زبان خوتنی و سکایی پیدا کرده است، به معنای عرب که در فارسی تاجیکی شکلی تازی به معنای عرب و عربی و دوم پارتی تازیک به همین معنا به زبان سغدی وارد شده، از سغدی سپس در شکل تاجیک پیدا شده است. لازر نیز منبع سغدی داشتن اصطلاح تاجیک را تصدیق می کند. دانشمندی دیگری آلمانی رودیگر شمیت این عباره را به معنای مسلمانی فارسی زبان تعبیر کرده است، یعنی مردمی تهجایی دین اسلام را قبول کرده که اسلام آورده ولی با زبان فارسی صحبت می کردند. ولی این عقیده را نوشته های باختری که بعداً در افغانستان پیدا شدند به کلی رد می نماید، چون که در اینجا الکی درباره تاجیک و تاجیکان سخن رفته است. یک قسمت خردی سندهای باختری که از طرف سیمز ویلیامز اسناد باختری سال 2000 تحقیق شده به چاپ رسیده است درباره واژه تازیکان معلومات می دهد. متاسفانه این محقق واژه تازیکان را همچون اعراب تفسیر کرده است. ولی هنگام تحلیل این متن معلوم می گردد که سخن درباره شاهان محلی این منطقه می رود که با عربها هیچ
عمومیتی ندارند. در این باره پیشتر مفصل توقف نموده ایم. در تیبت در مأخذهای دینی این کشور به نام بانپا کشوری تگزیک و زبان تگزیک وام